دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 20 اکتبر سال 2025 قرار داریم در جمهوری اسلامی ایران در یک از باغ‌های پیشقدم پیسته و با همراه ما حضور دارد آقای مهندس علی امیری علی امیری و آمدیم پیسته‌زار تماشا کنیم و اوید پیسته پروری این جوانان یک تجربه گیریم تا این تجربه رو به تاجیکستان بریم، چون که من بسیار میخوام، هم بسیار آدم میخوام که تاجیکستان پیسته‌زار بسیار شود و دهقان ما بوی شود و در بازار پیسته ارزان شود و به خلق دسترس شود. همه مقصدی ما همین است. این پیسته‌زاری که میبینیم 10 ساله بوده است، درخت‌هایش 10 ساله بوده است و آب قطرگی داده میشه، همون لوله قطرگی یعنی شلنگ قطرگی زیر خاک گذاشته شده است. همین خیل لوله ها هست مخصوص که سوراخ دارن، تاکه خاک میکنن سوراخی وای محکم نمیشه، آب میچکد. هر یک چند سانتی متر آب میچکد. اینا کپسولای 8 لیتری است، 10 لیتری است، کپسولیه. کپسولیه میره پایین. کپسوله زیرش لایه شن میاد، نخودی کپسول میاد که این میریزه. فهمیدم. کپسول آره. خودش دیگه اندازه‌های مختلف داره. 4 لیتری، 8 لیتری، 12 لیتری، 10 لیتری. خلاصه که آبتیش رو ما فکر میکنیم این آسان است. این لولوی مخصوص است یا که از روی زمین هم پرتاب میشد، نه که زیر زمین هم خوب است که نمیتوبد و شینانده شده است. این خیل 6 جایی که تراکتور میگردد، این خیلش 3. من حساب کنید 16 ریال در یک هکتار میرد. 16 ریال ضرب 33 خودتون حساب کنید چند دانه میرود. این کدام سورت است؟ اکبری؟ این اکبریه. بله. اینجا اکبری داریم، احمد آقایی داریم، کله قوچی داریم، قصه‌های مختلف هستش. خوبش در بازار خوب نرخ خوب کدام دارد؟ هم اکبری خوبه، هم احمد آقایی. اکبری هم احمد آقایی. بله. آقا ببینید، من همین سیاه الان برای سال آینده گلخانه شده است. من همین سیاه همین چی است؟ این برگ میشود یا گل میشود؟ اینا اون گل میشه. اینا گل میشوند. بله بله. هم داره عزیز من پیسته ها که من همین امسال بست، امسال نشنوا کرد، انا این گل میشده است. این گلخانه است. این پوند. چی میگه شما؟ پوند میگه. این همش گلخانه است. انا ببینید همین بسته است. انا آقا مرایی جانم، شما بگوید که شما در ایران عادتا پیسته پیونده میشونید یا که اول میشونید با پیوند میکنید؟ نه، ما تو زمین میکاریم بعد پیوند میکنیم، چون رشدی میکارید یا اینکه تیارش رو در دوران گلدان میبیارید اینجا میشونید؟ همون گلدان نرک میاریم توی زمین میشانیم بعد پیوند میکنیم. چند سال پس؟ 2 سال. نشونمایی خوب میکند؟ بله عالی. حسه پیوندی بار بهتر میده تا پیوند کاشته شد. آزی ما از اینجا گیریم و خاک رو ریزونیم، پیسته میدان رو کوچه رو بدون گلدان بریم، دوشنبه میشود در اینجا در لطای تر گیریم و پلاستیک پیچونیم. میشه توی پلاستیک نمدار، پارچه نمدار دورش پیچیده میشه توی پلاستیک، بسته‌بندی میشه، میاد دوشنبه اونجا کش میکنین. 2 سال بعد پیوند، حالا احمد آقایی خاصی، کله قوچی خاصی، پیوندک میبرین با پیوندکار ماهر اونجا میزنین. خب ایناشو شما در اینجا بعد شما تشکیل میکنید، بچه‌ها بیان اونجا براتون انجام بدن. همدونان عزیز با چو گویم گوید که در اینجا چی کود میتید؟ هر یک چند سال در کود میتید؟ درخت عموما 3 سال یه بار کود میخواد. کود حیوانی پوسیده برآوری شده. بعد آنالیز خاک و آب میگیری، بسته به نیاز بهش میدیم، کود اضافی نمیدیم. بله. بالای برگش چی؟ برگ اینجا چون آفتاب شدیده سیلیکات پتاسیم خوبه با آب. این سبز پتاسیم است؟ سیلیکات پتاسیم. رنگی چی؟ چی است؟ این معلول پاشیه. پتاسیم است؟ پتاسیم. کلسی. پتاسیمش کلسی. کلسی از بالای برگ میپاشد گفتگی.
سیلکات که مثل ضد آفتاب عمل میکنه، آفتاب شدیده نمیذاره برگ بسوزه. برادر مهدی صابر کم کم ترجمه کنید پتاسیمش چی است و دیگرش چی است. بعد کلسیم کلسیم میزنن، آب با آب میشورن، کار آب خالی میشوین. بله. چون منطقه گرمه، در مناطق مثل شما نمیخواد. نه منطقه ما هم گرم است. خمسانگیری ما از اینجا هم گرم است. گرم است. بله. جهانی ما از اینجا هم گرم است. باید سیلکات پتاسیم بزنم. آبش رو چند کم بدید؟ آب زیاد نمیخواد. آب خیلی کم. ماهی یک بار. ماهی یک بار آب بده. ماهی یک بار. چند لیتر آب دادن در یک مرتبه؟ در یک مرتبه تقریبا این 100 لیتر. 100 لیتر آب در یک ماه یک بار. همین شکل همین سن و سال 10 سالش رو در یک ماه یک بار. بله. تابستان در نظر دارید؟ تابستان. زمستان آب نمیتید؟ اگر بارش نباشه. بارش نباشه یک بار آب بدید. بعد آب بافت خاک هم مهمه. بافت خاک مهمه توی آب. یکی ممکنه 100 تا بخواد، یکی 150 تا بخواد، یکی ممکنه 80 تا بخواد. زمین این رو هر سال نرم میکنید بخش رو؟ بله، هر سال شخم میخوره. اینجاش رو ها اونجاش رو چیکار میکنید؟ اونجا دست نمیکنید. اینجا ریشه زیر سویا دیگه. بله. سایه انداز ریشه است. همدوران با شما یک جهان تشکر آقای امیری. سلامت باشید. همدوران عزیز، امسال ما خدا خواهد چقدر وابسته از شما درخواست کنید ما نهالچه های همین رو میبریم برای شنوندن و من بعد پیوند کردن. خدا خواهد ما ارزان میبریم نهالچه هایش رو در لطای تر پیچونده در سلافان خالته گرفته میبریم تا اینکه ارزانتر بریم دسترس شما گرفته واقعا آباد کنید. من این افسوس که من در وقتی میوه‌دهی اینها حاصل بندیش نآمدم و باوری دارم که این پوری حاصل بود این نهال ها. این نهال های نمونوی است. این یگان کسل ندارد. ببینید چقدر سفید خوشرو است. اینا نمونوی هستند. ما باید نهال خانه های هم خیلی نمونوی کنیم. هم خیلی پیش‌تزار کنید اگر راحت میکنید. دیدید؟ همداران عزیز از من هم نهالچه ها را درخواست کنید. ما مصلحت میکنیم با نرخ دسترس، نرخی بسیار موافق مصلحت میکنیم به شما میبیاریم. در پناه خدا باشید.